سلام. خبرهای مهم رادیوی آزادی را از روز جمعه 29 اوگوست من خیرامان بخوزاده تقدیم میکنم. تاجیکستان و قرغیزستان به موافقه رسیدند که این بعد همه کارها در امر ساختمان راهها از دو جانب در یک وقت شروع می شود. در نشست کمیسیون بین حکومتی اید به مسائل مرز در بشکک صبح امروز پروتکل امضا شد که ساختمان راههای ماشینگرد را در مناطق بحثی مرزی به طور همزمان در نظر می گیرد. جانب‌ها تاکید کردند که هیچ جانب با تشبث یک طرفه نباید به ساختمان راه یا کوپرک اقدام کند. چون این موافقه بعد 4 روز در مرز ناحیه باباجان غفورов از جانب سرحدبانان قرغیز کشته شدن 2 و مجروح شدن 4 شهروند تاجیکستان حاصل شده است. سبب مناقشه شروع بدون آگاهی ساختمان کوپرک در منطقه بحثناک مرزی از جانب قرغیزستان گردید. نشست 13 کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان تحت رهبری معاونان نخست وزیران دو کشور عبدالرحمن محمدعلی و عظیم ابراهیم برگزار گردید. یکی دیگر از مسائل مورد بررسی آینده پروژه های انرژتیکی مثل کاسه هزار بوده است. امروز در دوشنبه به افتخار 23مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان مراسم جایزه سپاری پرزیدنت به شخصیت‌های خدمت نشان داده جمهوری برگزار گردید که با مکافات و جایزه‌های دولتی و عنوان‌های فخری قدردانی شدند. در برابر نظر یزدان، نظام قاسم، عطاخان سیفاللویف و ده دیگران، شارح ورزش رادیوی آزادی نصرالله لطیف هم صاحب عنوان کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان گردید. نصرالله لطیف 45 سال سابقه کاری در رشته ژورنالیستیک ورزشی داشته از اولین شارحان ورزش به زبان تاجیکی محسوب می شود. 12 سال اخیر او در رادیوی آزادی کار کرده همه روزه خبرهای مهم ورزشی تاجیکستان را پیگیری می کند. دادرس دادگاه ولایت ختلان که بررسی پرونده 5 نفر متهم به دعوت جوانان برای شرکت در جنگ‌های سوریه را به عهده دارد به خانه مشورتی بیرون شد. پیش از این در سخن آخرین خود متهمان از جمله دولتچول فرمانده سابق فرانت خلقی در سخن آخرین خود گناهکار بودن خود را در دعوت‌ها به رفتن جوانان به جنگ‌های سوریه رد کرد. عبدالله کننده دولتی از دادگاه خواسته است که دولتچولف و همراهش عبدالرحیم شکورف ساکنان کلاب به 4 سال و دیگر 3 نفر گمانبر که گویا از داخل زندان ایستاده به تبلیغ جوانان به جنگ در سوریه مشغول بودند تا 20 سالی محکوم به زندان شوند. دولتچولف که بعد جنگ شهروندی تاجیکستان در نیروهای مرزبانی هم خدمت کرده است، روز 12 فوریه بازداشت شد. تفتیشات میگوید که او میخواست توسط ترکیه به سوریه برود. در تاجیکستان مراسم یادبود تواناترین بانوی غزلسرای ادبیات فارسی برگزار شد. بانوی غزل، شاعری درد و عشق و زنی که باری صدها مرد بر دوش داشت از عنوانهای بودند که با نام سیمین بهبهانی در این محفل پیوند داده شد. محفل بزرگداشت سیمین بهبهانی در اتحاد نویسندگان تاجیکستان در شهر دوشنبه نخست با دقیقه خاموشی به خاطر این غزلسرای نامور ایران آغاز گردید. در این همایش اهل ادب تاجیکستان، ایران، افغانستان و همچنین طرفداران ایجادیات سیمین بهبهانی شرکت داشتند و از خاطره های خود با این بانوی غزلسرا و چکیده های خامش یاد کردند. من به روح بزرگ استادم، مادرم، دوستم، دوگانم، شاعر بزرگ قرن استاد سیمین بهبهانی 1001 فاتحه نیک و سفید میفرستانم و امیدوارم که در اون دنیاشونم همیشه همین خیل محبوب باشن، همین خیل روشن باشن، همین خیل هنر استعداد خدا داده که اونا داشته باشن در همون جمع دستگیرشون باشه. سیمین بهبهانی روز سه‌شنبه 19 اوگوست در سن 87 سالگی در ایران درگذشت. در تاجیکستان ایجادیات او با زحمت‌های اسفندیاری نظر به حرف کریلی چاپ شدند. ضمناً ویدیو و خبرهای بیشتر را در این زمینه از سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن‌های همراه پیدا کنید.